How's going؟ چطورید بچه ها؟ امیر سیلورم و با این ویدیو میخوام رسما برگشت خودم رو بهتون اعلام کنم بعد از 5 ماه قطعی اینترنت. البته خب 5 ماه که نه، توی جنگ 3 ماه بود، ولی خب قبل از جنگم چون قطعی داشتیم دیگه من ویدیو نساختم و این ویدیو برگشت ماست و با پرقدرت ترین حالت ممکن میخوایم رو جلو ادامه بدیم. با من همراه باشید تو این ویدیو. دست پر اومدم میخوام واسهتون جدیدترین بازی که منتشر شدن و در واقع یه ریویوی داشته باشیم به اونا و اینکه بهتون میگم که گیم پلی چه بازیایی قراره جدیدن واسهتون بذارم. پس بدون معطلی میریم سراغ ویدیو. برو بریم. خب ما وارد سال 2026 شدیم و سال 2026 میتونم بهتون بگم که بهترین سالا برای گیمرها هستش، از این جهت که بازیایی که قرار منتشر بشه بازیایی هستن که حداقل ما 1 سال یا 2 سال منتظرشون بودیم، بعضیاشون هم حتی بالای 6-7 سال. مهمترین بازی که آبان امسال قرار منتشر بشه، 28 آبان امسال قرار منتشر بشه، چیزی نیست جز گرند ثفت اوتو وی آی GTA 6. چیزی که یعنی قرار انقلابی به پا کنیم توی صنعت گیم. و خب از یه جهتی فقط برای پلتفرم PS5 و Xbox سریز X و S میاد و برای PC سال 2028 منتشر میشه متاسفانه. ولی من سعی میکنم یه PS5 جور کنم و گیم پلیش رو تا حدودی واسهتون بذارم، چون کامل فکر نمیکنم باید صبر کنم روی PC بیاد. GTA 6 28 آبان امسال منتشر میشه بدون تأخیر توسط راکستار اعلام شده و بی صبرانه همه منتظر اینن، اصلا هیچکی دوم منتظر گیمی دیگه ای نیست. خب گیمایی هم که منتشر شد توی این چند وقت اخیر که به نظر من واقعا ارزش بازی کردن بسیار بالایی داره، رزیدنت ایویل 9 یا همون ریکویم هستش که بازگشت لیان به راکون سیتی هست بعد از رزیدنت ایویل 2 که اونم یه شاهکار به تمام معنا بود. برمیگرده به راکون سیتی و به نظر من واقعا ارزش بازی کردن داره، هم از نظر گرافیکی حرف برای گفتن داره، هم از نظر خط داستانی و واقعا بازی خوبیه. توصیه میکنم هر کس که میتونه اینو بازی کنه هر چه سریعتر. بازی بعدی که منتشر شدش و خیلی ها بی‌صبرانه منتظرش بودن فورزا هورایزن 6 بود. فورزا هورایزن 6 رو من خودم نصب کردم، گیم پلیش و ویدیوی بعدی حتما براتون میذارم. به جاهای دیدنی بازی رو بهتون نشون میدم. شاید بپرسید جای دیدنی چیه؟ خب مکزیک متاسفانه الان که من 6 رو دارم بازی میکنم، مکزیک فورزا هورایزن 5 داخلش بود اصلا چیز جالبی نبود و فورزا هورایزن 6 که توی توکیو به معنای واقعی خفنه، به معنای واقعی خفنه. هم از نظر گرافیکی پیشرفت داشته، هم از نظر شبیه سازی پیشرفت داشته، از نظر داستانی ماشینای جدید اضافه شدن به بازی. مپ خیلی بزرگتر شده، 2 تا جزیره جداگونه داره، مپ خیلی بزرگتر شده مپ و اینکه خیلی جای قشنگی و دیدنی‌تر از مکزیک داره، جنگل‌های قشنگتری داره، جاده‌های خیلی بهتری داره، کوهستان داره. خیلی خلاصه بهتون میگم فورزا هورایزن 6 واقعا ارزش انتظار رو داشت و تمام خواسته هایی که گیمرها داشتن رو برآورده کرد. من حتما گیم پلیش رو ویدیوی بعدی واسهتون میذارم و اینکه بهتون نشون میدم که چه چیزایی به بازی اضافه شده و در واقع بازی چه تغییرایی داشته. یکی دیگه بازیایی که من به شدت خودم منتظرشم، یعنی در واقع منتشر شده
ولی فعلا روی استیم هستش و کرکش هنوز نیومده و از اونجایی که خب بالاخره یه مقدار مشکلات مالی هست، با نسخه قانونی رو ترجیح میدم خریداری نکنم، چون بازی اون چنان خفنی نیستش که بخوام نسخه قانونی رو خریداری کنم. خط داستانیه دیگه. بازی 207 است، فرست فلایت، بازی مأمور مخفی جیمز باند که اینم خیلی ها منتظرش بودن و به نظر من واقعا جز بازی شاهکار محسوب میشه. من گیم پلیشو که دیدم واقعا لذت بردم. از ماشین معروف استون مارتین داخلش استفاده شده، همچنین گرافیک و فیزیک واقعی بازی اصلا شما رو مجذوب این بازی میکنه و به نظر من کسی که الان کنسول داره و میتونه این بازی نصب کنه خیلی به نفعشه که بره بازی کنه. در از صورت منم منتظرم تا کرکش بیاد، کرکش رو میرزم، ویدیوشو واسهتون میذارم. بازی دیگه ای که منتشر شده، بازی زیادی منتشر شدن توی این چند وقت، ولی خب مهمتریناشو من براتون گفتم و مهمتر از همه که الان بخوام بهتون بگم اینه که F1 25 2026 سیزن پک بالاخره اومد و با ماشینای جدید، با راننده های جدید، اوتفیت های جدید، پیست مادرید جدید که اضافه شده اونم داخلش هست و اونم هنوز متاسفانه نسخه کرکش در دسترس نیست و فقط نسخه قانونی هستش و یه مشکلی که داره اینه که کسانی که فقط F1 25 رو دارن میتونن این نسخه رو خریداری کنن، چون مثل DLC میمونه که اضافه میاد روی F1 26 تون. خیلی تغییرات داشته. خیلی خب میگن سیستم های جدیدی که بهش اضافه شده، سیستم اوورتیک، سیستم باله های جلو و عقب که در واقع تکون میخورن توی مسیرهای صاف، میگن این خیلی دقیق بهش اضافه شده و خیلی تاثیر رو برده بالا و اینکه از نظر گرافیکی هم پیشرفت داشته. F1 25 2026 سیزن پک هم در واقع همه دیتیل ها رو روی ماشینا کار کردن، دیتیل ها رو روی راننده ها و از نظر گرافیکی هم میگن یک مقدار بهتر از F1 25 هستش. و از همه مهمتر که توی این چند وقت اخیر، از بحث بازی که بگذریم، توی این چند وقت اخیر کسایی که فرمول 1 رو دنبال میکنن و کردن توی این چند وقت اخیر، فکر کنم کاملا متوجه شدن که فراری واقعا داره خودی نشون میده توی این چند وقته و وقتی که فصل شروع شده حداقل 5 تا پودیوم رو داشتن تا اینجای کار و مسابقه قبلی که موناکو بود همیلتون تونست رده دوم رو بگیره با فراری با ماشین SF26 و واقعا به نظر من پیشرفت خیلی خوبیه و اگر همینجوری ادامه بدن بازم حالا مرسدس رو نمیشه دست کم گرفت، ردبول هم نمیشه دست کم گرفت، باز مکلارن خیلی حرف برای گفتن نداره این فصل، ولی این دوتا رقیب بزرگ رو هیچ وقت نمیشه دست کم گرفت. ولی فراری پیشرفت خوبی داشته نسبت به فصل قبل. همیلتون فکر میکنم سومین پودیومش بود که این فصل وایساد و به نظر من واقعا امسال حرف برای گفتن داریم. و اینکه همین، این ویدیو رو گذاشتم که بگم آقا ما هنوز هستیم، ما حالا هستیم، یعنی اینجوری نیستش که ما بریم. این ویدیو رو گذاشتم برای اینکه فقط بگم که هستیم. ویدیوی بعدی فورزا هورایزن 6 میبینمتون. فعلا خیلی مخلصم.